سلام دوستا، امروز هم قرار است که بریم به یک جای متفاوت. این ویدیوی ما از اینجا شروع میشه که ما از ایتالیا حرکت میکنیم و میریم به سمت مرز سوئیس، جایی که بین کوههای آلپ وسط طبیعتی که واقعا نفس آدم میگیره. میخوایم یک شب کمپ بکنیم. قراره که اونجا فقط با ماشین خود ما کمپ بکنیم زیر آسمانی که پر از ستاره است و سکوت کوههایی که صداهای باد و خیلی چیزای دیگر آدم میتونه از نزدیک احساس بکنه. با ما همراه باشین که تا آخر این ویدیو را شب چجوری ما قراره در بین کوههای آلپ بگذرونیم. تا آخر ویدیو را با ما یک جای باشین. یک چکر لیدل قبل از وارد شدن در سوئیس. الان آدم در این فکر میمونه این خانهایی که در اون بالا میرن میسازن فازشان چیه، واقعا فازشان چیه. مثلا اون نه شیر آب داره، نه مثلا برق داره، نه مثلا هیچ چیزی نداره. اون واقعا چی کار میکنه در اونجا؟ مثلا از اینا زیاده تعدادشان. اون مثلا راه نداره. چیزی میخوای بیا پایین، چقدر شیبی زیادی داره اونجا. از این خمیره چند لایه است روش سس پیتزا. یک بار دیگه مزه گرفت بودیم. یک تا از اینا هم گرفتیم شبیه سمبوسه، ولی ببینیم چی است، ما که نخوردیم. خیلی شما لیدل اومدین، چی میخوای بخری؟ او خرید ما هم تمام شد. تقریبا 28 یورو شد یک تا کیسه ویلیس. تقریبا ارزان بود نسبت به سوئد. آقا شنیدیم که میگه که آدم وقتی گشنه است نباید بره خرید. ما گشنه بودیم رفتیم خرید کردیم، هر چی گرفتیم خوردنی بود از لیدل. البته قرارم که نبود دیگه چیز بگیریم غیر از خوردنی از لیدل، ولی خوب همه‌اش ببینید چیزایی یعنی شیرینی از اینا رو باز آدم اگه نخوره بعد اینا سریع خراب هم میشه. این یکی گرفتیم هم روش نوشته بود پیتزا، ولی شبیه کیکایی که در آدم در ایران پیدا میشه میخرم. نمیدونم چینی دانمارکی میگه چیه، شبیه اویه، فقط رویش یه خورده اوست ریخته، بعد یه خورده روب هم ریخته. خوشمزه است دیگه، بد نیست. الان یکی رو مزه کنم ببینیم چجوریه مزهش. مزه شبیه شیرینیه ولی یه خورده پیتزا هم مزه میده. جالبه. من اینو گرفتم فکر کردم از اون شیرینیایی که قبلا گرفته بودم، ولی این مثل شیرینی زبانه، داخلش هیچ مربایی نداره. خوشمزه است. ولی ما داریم از مرز ایتالیا و سوئیس رد میشیم. کلا 5 دقیقه بود. چند دقیقه بود تو تونل بودیم؟ 4-5 دقیقه. آره. حالا دوباره وارد سوئیس هم که شدیم دوباره رفتیم توی تونل. آمدیم یک جای وایستادیم برای پارکینگ کنار یک کوه. باحال صندلی گذاشته زیر چی، دستشویی تمیزی هم داره اینجا. این پشت سر منم که میبینین اونجا که از دستشوییه، بعد اینجا هم جایی است که دست و صورت خود آدم میتونه بشوره. جالبیش اینه که تقریبا 20 دقیقه که ما وارد سوئیس شدیم از ایتالیا، در کل ایتالیا که ما رفتیم اینجور جاهای پیدا نمیشد به این تمیزی. شما میبینین مثلا چه قشنگ درست کردن. تقریبا بالای 100 تا ماشین جایی میشه فقط در اینجا. دستشوییش خیلی پیشرفته، داخلش عطر میزنن، مثلا دستگاه داره عطر میزنه و مثلا تمام چیزا خیلی تمیز است. یعنی اما جایی که کسایی که میخوای کمپ بکنه در خوبیش همیه که جای خیلی زیادی پیدا میشه برای که آدم بتونه بره مثلا بخوابه، دستشویی بره، غذا بخوره، مثلا هر چیزی. پس به این معنیه که یک چیزی پوزیتیو از در کشور
سوئیس که آدم بیایه هیچ وقت با این چیزا در مشکل سر نمیخوره. بعد فاطمه الان اومده میگه او داخل از دستشویی که است دوشم داشته، من ندیدم. چرا؟ چون شبیه رباتیه مثلا، یک جوری خیلی جالب بود، همش تکمه. بعد دوشم حتی داشت داخل خود همون دستشویی، آدم که تکمه رو میزدن. دوش داشت، شامپو داشت، سشوار هم داشت. سشوار، شامپو، خیلی دمش گرم. یعنی همه چیز داشت ولی ما دوش واقعا ندیدم. دوشش بالای سر داشت. آها. یعنی همونجا وای میستاد آدم همونجا دوش نه نشستی. باید بشینی. جای ایستادن نداشت. ولی خیلی جای تمیزی بود. تو حساب بگی اولین رسپلاتسیه که مثلا ما آمدیم در ایتالیا چقدر گشتیم یک تا از اینا نداشت. خیلی ایتالیا پمپ بنزیناش خوب بود. پمپ بنزین تو باید میرفت یک چیز میخریدی دیگه. بعد چیز هم داشت، مثلا دوش رایگان هم داشت توی پمپ بنزینش. هم بود. ولی خب در کل ایتالیا اقتصادش نگاه بکنیم مثلا جایگاهش مثلا در حد سوئیس نیست. سوئیس حتی مثلا سوئد و مثلا اینا در گرد سوئیس نمیرسه. اقتصاد خوب باشه خیلی چیزا احتمالش هست که برای شهروندای خود بذاره. حتی اینا میدونن که اینا بیشتر توریستا میاد اینجا تا که شهروندای خودش. در راه شهر اینترلاکن هستیم، اینترلاکن سوئیس که واقعا منظره خارق‌العاده‌ای داره که الان دیده میشه. یک بخشش هست که ما داریم در توی مسیر شب داریم رانندگی میکنیم، ساعت تقریبا 9:20 دقیقه شب است که هرچی میریم میخوایم بگیریم بخوابیم، یک جای پیدا بکنیم بگیریم بخوابیم. اینقدر جای دیدنی زیبا ناتوری یعنی طبیعی داره که آدم واقعا میگه نه رانندگی کنیم. ولی الان نزدیک به تاریک شدن هم هست، ما هی داریم میگیم کجا وایستیم، ولی میگیم خب بریم نزدیک جلوتر بریم از اینکه شاید یک موقعیت بهتر پیدا شود تا اینکه بتونیم شب اینجا بخوابیم. ما فاطمه که الان دفعه سوم ما اینجا آمدیم، بازم هیجان داریم برای دیدن این منطقه. کسایی که برای اولین بار میایه واقعا برایشان مثل یک رویا میمونه، به نظر من اینجوری البته، که واقعا اینجا دیدن این تصویری که شما الان میبینین فقط از روی بروی اینجوری است. یعنی منظور بغل، این طرف، پشت، هر جایش یک یعنی منظره خاصی را داره. الان سمت چپی از من که دیدن نمیشه از زیاد فکر کنم آبشار است، اون آبشار بعدش هم فقط من جلو رو نشان میدم چون که من دارم آره اینجا رانندگی میکنم با خاطر هوایم. به به یعنی های ماشین اینجاست؟ صاحباشون کجا؟ اینا ما رو بندره میکنن، ما رو الان مثلا روی کوی صاحب یه لیس آمده اینجا گریش گرفته. ما معلومه که دروغ میگوییم، دروغه. تو فقط میخواستیم ما وایستیم. آره میگم جای به این قشنگی چرا وای نمیسیم؟ من مجبورم گریه کنم. آره من گوشه خوب دیگه داره فکر میکنه که چیزی گریه کنه. بالا برفایی که دیده میشه اون برفا اینجوری کم کم میایه پایین تا که میرسه به اینجا که هستم مثلا رودخانه ای رو تشکیل میده. این رودخانه با هم یک جایی که میشن بعد یک دریا رو تشکیل میده. واقعا منظره خارق‌العاده ای اینجایی که الان ما آمدیم.
ماشینم اینجا پارک کردیم. اینایی که اینجا میبینین یک تایش هم داخل ماشین نیست، همه رفتن روهای کوه رفتن. در اون منطقه‌ای که قرار بود ما بریم در شهر اینترلاکن تقریبا 1 ساعت مسیر مانده. 1 ساعت مسیر اینجوریه که سرعت 80 زده در جاده، ولی ما بیشتر از 40 تا 45 نمیتونیم سرعت رانندگی کنیم، چون که همین که ماشین ما خورده سنگینه، همین که بچه داخلش است، بعد همین که ما بلد نیستیم جا داره، برای همون سرعت یواش میریم، یعنی 1 ساعت را 2 ساعت میشه برای ما. با خاطر همون ما تصمیم گرفتیم که اینجا نمانیم، شب اینجا کمپ نکنیم، ولی خیلی سرده، یعنی من واقعا یخ زدم. پنانم دیگه سوار شیم بریم دیگه بخیر. الان که داریم میبینین در روی تقریبا در روی کوه هستیم که رانندگی میکنیم، یعنی مارپیچ گفته. الان میبینین با بقیه کوه تقریبا یک خورده همسط شده، یعنی خیلی رانندگی سخته. اینجا سرعتش الان 60 شده، ولی خب من دارم 45 رانندگی میکنم. خیلی جاده‌ای پیچی و اینکه خیلی جاده‌ای یعنی داره که یک خورده با حوصله بیشتری آدم باید رانندگی بکنه. بس خوبیش هم که ما باز یک لامپ قوی رو برای ماشین نصب کردیم، برای همون یعنی در شب که آدم وقتی رانندگی میکنه قشنگ جاده رو میبینه. الان شما اینجوری که میبینی شاید طبیعی باشه، ولی خیلی واقعا نور این لامپ قوی هسته که خیلی کار راحت میکنه برای کسایی که بخواد شب رانندگی بکنه. یک لامپ قوی را اگر شما برای ماشینتون نصب بکنین خیلی خوب از کارتان را میندازه تا اینکه اذیت نمیشین. وقتی همون تمام زوایا رو میبینین احتمال تصادفتان خیلی پایین میره. اومدیم یک جایی که اصل برای کسایی است که کمپینگ میکنه، مثلا دیده میشه ماشینی که برای کمپینگ است اینجا پارک کرده. بعد ما آمدیم همینجا پارک کردیم، قراره که تلت ماشین باز بکنیم. برای همون باز احتمالاً الان نورش روشن کردم در صورتی که الان تاریک شب. بعد خواستم شما ببینین روشنش میکنم اینجوری اصلا راحت تر شما ببینین. بعد دیگه ببینین بر کویه نمیدونم هتل چیه. بعد الان ساعت فکر کنم ساعت 9 شب 9 شب است دیگه. برای همون تلت باز میکنیم، هرچند که سرد است. شما شاید ببینید که مثلا کوه کلا برف است. وقتی برف باشه به این معنیه که اونجایی که ما هستیم دیگه الان خیلی سرده دیگه. میبینین آمدیم پایینم رفتن، خیلی ها رفتن در پایین کمپ کردن کنار دریا. بعد این برم که از خیلی های بعد این برم که میبینین قرار شد که همینجا بشینیم یک نودل درست بکنیم که هم از تلت پنجرهش رو باز نگذاشتیم، چون که وقتی باز بذاریم شب خیلی سرد است، بخاطر همون احتمال داره که یخ بکنیم. باران گرفته در این وقتی که ما خیمه را زدیم. ای خدای خدا کنه نصف شب دیگه باران نه؟ آره ولی اشکال نداره، خب یک تجربه جدید میشه. جلوی جای کمپینگ ویراژ میده. درست کردیم، البته مخلفاتش
دوست دارم البته اینجا غذا رو در اینجا جمع. ساعت 12 بچه شب است. باز یه خورده باران میبارید. الان باران قطع شده. الیسه که میبینید لباسای گرم بهش داده که چون که یخ نکنه شب. هرچند که ما کمپل و چیزهای خیلی گرم داریم داخل تلت خیمه، ولی بازم بهتره که آدم لباسای گرم داشته باشه با خودش. باز دیگه آره خوبه، یه هم دیگه ضد باران هست، هیچ اتفاق نمیفته. بعد بگیریم دیگه، الان ما بگیریم بخوابیم. الیس بعد تا فعلا الیس که است الان 4 ماه شده. الان که شما ویدیو رو میبینید شاید زمانی که ما میذاریم شاید 6-7 ماه گذشته باشه از این ویدیو، ولی خب الان که شما میبینید همین الان ویدیو رو احتمالا فرق کرده، ولی خب همین الان که ما اینجا هستیم این 4 ماه شده که 4مین کشور خودم دید در 4مین ماهگی خود. میگیریم الان میخوابیم. فردا بیدار شدیم دیگه، روز از نو روزی از نو. شب بخیر. صبح بخیر. الان هم تازه از خواب بیدار شدیم. قرار است جلو پستک جمع بکنیم، حرکت بکنیم به سمت شهری که مقصدی که قرار بریم دش. این جایی هم که الان هستیم الان روز بهتر دیده میشه. ما قبلا میلو با ما بود، یک ذره ساده ما تیر بود. الان میلو که نیسته این جایی از رو پر کرده. یک کارایی نکنه این وقت خدا نیست بشه و چی. بعدش هم دیشب هم که بود خیلی سرصدا خیلی زیاد بود اینجا، باد میزد ولی باز خوب بود دیگه. ما داخل از این راحت تونستیم بخوابیم، هرچند که باران خیلی صبح بخیر. هم بیرونه که بیرونی از این تل دیشب که آمدیم اینجوریه. البته ایرم که میبینی ای هم الان خودش روی یک کویه، پایینش اگه نگاه بکنیم پشت ازی باز دوباره یک دره. اینجا شب برای این خیلی سرد شده بود که کور اگر ببینین کور روش کلا برف است. بعدش هم این بره ببینی کور ببینی چی برفی، یعنی کلوفتی داره کور دیده میشه. دفعه قبلا که ما آمدیم در اینجا اون موقع با یک تا ون کوچیک داشتیم که با ازو آمدیم. یعنی با ون آمدن خیلی کار راحت میکنن. چرا؟ چون که شما وقتی با ون میایین میدونید 100% اگه باران بباره، اگر سرد شوه، گرم شوه، هر چی شوه، شما جایی دارین نگرانیت نداره که آدم نگران شوه که چه اتفاق خواهد بیفته وقتی باران میاد. داخل خودی ون هستین 24 ساعت مگه باران بیایه ون که سوراخ نیسته که آب داخلش بیایه، برای همون راحت شما میتونین بخوابین داخلش. ولی داخلی ماشینای کوچیکی که ما داریم اینا یک ذره امکاناتی رو که شما بخواین نداره. برای همون اگر شما بخواین داخل ماشین بخوابین باید تمام وسایل‌ها رو پخش بکنین، بدین جلو صندلی، جلو صندلی عقب. بعد برای خوابیدن احتمالاً نیم ساعت تا 1 ساعت وقت آدم میگیره. بعدش هم بعد دوباره از صبح که آدم از خواب بیدار میشه همین اتفاق دوباره تکرار میشه. نیم ساعت 1 ساعت وقت آدم دوباره میگیره تا اینکه آدم بتونه اینا رو دوباره سر جایش بذاره. پس به این معنیه که اگر کسایی که مسافرت می یا که ون اگر کرایه میکنه یا که مثلا ون خودشان یک تو میخره، ونا خوب ارزان هستن، مثلا آدم میتونه بخره با قیمتای مناسب، دست دوم آدم میتونه بخره، مسافرت خود بره، باش زندگی خود بکنه، سر کار بره. یعنی خیلی خوبه. اینجور کشورها شما میایین باید در داخل ونا بخوابین، در داخل ماشین بخوابین، وگرنه هتل براحتی بین از کوها پیدا نمیشه. همین بود، فقط یک ذره گفتیم اطلاعات بدیم که کسایی که کارم میکنه بهتره که یک ماشینی داشته باشه که داخلش راحت میتونه بخوابه.
برای ما یک تا اتاق بزرگم بود، بعد میگفتن دستشویی داخلش هست، بریم مسواک بزنیم و سر صورت بشوریم. در این وسط از این کوه شاید احتمال داره که دیگه پیدا نشود مثلا دستشویی و چیزا، برای همون بریم اینجا که میگه 1 یورو دیگه. این زاویه بالای از اینجا ماشین اینجا پایین پارک کردیم. چه باحال اینا رو گذاشته، گل و تمام چیزا گذاشته، بعد گفته 1 یورو خودتان بذارین داخلی. جو باید 1 یورو بدادم بینوزم. پایینم رفتیم 1 یورو انداختیم. یکی دیگه آمد از کنارم رفت چون ننداخت. هر کسی که میه فکر کنم دل بخواهیه دیگه. آدم وقتی سر صورتم میشوره آدم احساس میکنه که حمام کرده، در صورتی که فقط یک سر صورت بوده. موتور سوارام دیگه حرکت کردن، همه‌شون در علی. خدایی چون هوا حال میده موتور سواری ها، ولی باران نه، باران اگه بباره دهن آدم سرویسه. خیلی ممنون از همه شما که تا اینجای ویدیو رو با ما بودین. ما هم نمیخواستیم این ویدیو رو خیلی طولانیش بکنیم، برای همون این ویدیو رو خورده کوتاهش کردیم و در ویدیو بعدی یک سفر خیلی خاص‌تر در پیش رو داریم. قراره که بریم به شهر زیبای اینترلاکن در قلب سوئیس و از یکی از بلندترین و شگفت‌انگیزترین آبشارهای اون منطقه هم دیدن بکنیم. پس حتما ویدیوی بعدی ما را منتظر باشید که منظره‌های خارق‌العاده داخلش وجود داره. تا سفر بعدی مراقب خودتان باشین. خداحافظ شما.